ما را توحید را یاد میدید، شما میاد ما را عقیده را. ما چند هزار سال پیش شما را کتاب های عقیده و وحی را نوشته دادیم. ما کسانی هستیم که برای مردم عرب حدیث جمع کردیم، مردم عرب حدیث جمع کردیم. برای کل تاجیک یعنی مسلمانان دنیای را هدیه کردیم. ما تفسیر نوشتیم، ما فقه نوشتیم، ما صاحب فتوا و قضاوت بودیم، ما احادیث پیغمبر صحیح ترین کتاب را جمع آوری کردیم. ما تاجیکیم و در هیچ کتاب دینی نآمده است که نام ها باید همه عربی باشد. همچنانی که اشاره کردم به سوی رستم و جمشید و سهراب، ما تاجیکیم. این نام های تاجیکی یعنی قباحت دینی ندارد. برادر بزرگی منم سهراب نام دارد. یعنی یک انسان بیاد تو باید عبدالله شوید، تو باید ابو دجانه شوید، تو باید ابو عبیده شوید. همه اینها احترام دارن نزد ما، اما ما تاجیکیم. عوض کردن نام از دیدگاه دین، من همچون کارگر ریاست فتوای مرکز اسلامی امروز برای شما فتوا میدم که نام عوض کردن دو نام عوض میشه در اسلام، در جمله اسلام. نامی که خلاف عقیده باشد، مثلا یک هست عبدالله نام دارد، بچهش عبدالکریم، عبدالقادر آمد عبدالرسول نام کرد. همین عبدالرسول این بنده پیغمبر نمیشه از دیدگاه مذهب امام اعظم. از لحاظ عقیده ما امت پیغمبریم، میشد اینو محمد رسول کنیم تمام. یا قباحت در معنای نام باشد عوض میشه. یک روز پیامبر از مدینه گذر میکردن، یک جماعت زنها نشسته بودن، یکی را حامیه صدا میکرد. گو من کن حامیه. کی از شما حامیه نام دارد؟ یک زن خیز گو من. گو نام تو از این بعد جمیله، چون که آتش جهنم نارون حامیه، این همون حلنگ زنان آتش حامیه نام دارد. معنای نام قبیح است. گو نام تو جمیله یعنی زیبا. پس نامی که خلاف عقیده نباشد، معنای اون قبیح نباشد، اون هیچ وقت عوض نمیشد. چی مگر تترها، ترکها، روسها، اونهایی که مسلمان شدن همه باید نامها رو عربی کنند؟ نباید بکنیم. ما ملت هستیم که ما را نویرگان بخاری گفته از پیشانی ما میبوسند. سال 2022 که من مفتی موسیم بودم، با یک وا خوردم، بعضی صحبت ها از صحیح بخاری میشد. بعد گفتم که همین صحیح بخاری چند کتاب دارد؟ گفت که من نمیدونم. گفتم نه، در خود همین بخاری اون در باب عقیده با من صحبت میکرد. من گفتم من الحمدلله عقیدم بیشتر و خوبتر از تو است. گفتم ندونی چند کتاب است؟ گفت نه. گفتم 97 کتاب در این بخاری، در صحیح بخاری وجود دارد. اول با وحی سر میشود، با کتاب توحید بود میشود، یعنی آخر لا اله الا الله هست. شما میآیید ما را توحید را یاد میدید، شما میآیید ما را عقیده را. ما چند هزار سال پیش شما را کتاب های عقیده و وحی را نوشته دادیم. ما کسانی هستیم که برای مردم عرب حدیث جمع کردیم.